به نام خدا. بچه ها سلام، قربانی هستم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و ردیف باشید. با جلسه دوم از فصل 3 فیزیک دهم در خدمتتون هستم. جلسه قبلی هم گفتم من یه ذره صدام گرفته، انشالله که بزرگی خودتون میبخشید. موضوع جلسه کار نیروی ثابت و کار کل. ببینیم داستان چیه. ویدیو قبلی انرژی جنبشی رو دیدیم، اینجا داستان کار نیروی ثابت رو ببینیم. انتهای ویدیو مبحث کار کل هم بررسی میکنیم و تو ویدیوی بعدی انشاءالله این دوتا ویدیو به هم وصل میکنیم و قضیه کار انرژی رو میبینیم و مسائل و تستاش رو حل میکنیم. کار انجام شده توسط نیروی ثابت. اگه به یه جسمی یه نیروی بردار F وارد بشه و این جسم به اندازه بردار D جابجا بشه، کاری که این نیرو انجام میده حاصل ضرب FD در کوسینوس زاویه تتاست. توجه داشته باشیم به زاویه تتا که کیه. این تتا زاویه بردار F و بردار D، نه هر زاویه‌ای که دلت خواست. کوسینوس یه ذره میخواد باید بلد باشیم 30 60 90 کوسینوس زوایای مکمل قرینه است و از اینجور داستانا. F اندازه نیرو، D اندازه جابجایی. نکته بامزه این که هم F برداره هم D برداره، اما W یا کار یک کمیت نرده‌ایه از جنس انرژی، پس واحدش ژوله. کار میتونه مثبت باشه، کار میتونه منفی باشه. آقا مگه نمیگی نرده‌ایه؟ پس چجوری مثبت و منفی میشه؟ بچه‌ها یه گول گنده هست که بچه‌های 12 بعد از اینکه فصل 1 میخونن این گول رو نوش جان میکنن. اونم اینه که آقا خب شما تو فصل 1 12 حالا دهمی اگه اینو ببینن شاید هنوز این گول رو نخورده باشن، ولی حالا در جریان باشن. تو فصل 1 12 میگیم ما به کمیت‌هایی که در جهت مثبت و منفی اکسن میگیم مثبت، با اون که میگیم منفی. بعد دیگه کم کم فکر میکنی آقا مثبت منفی فقط یعنی جهت. نه آقا، اونجا نمیخوام بگم استثناء، اونجا خاصه که با مثبت و منفی جهت رو نشون میدیم، مال خط راسته. ولی به طور کلی عدد میتونه مثبت یا منفی باشه. بله منفی بودنش یه مفهومی داره ولی ربطی اون بردار و اینا نداره. کار مثبت یعنی به سیستم انرژی داده این نیروه، اصطلاحاً محرکه. اگر کار نیروی منفی باشه یعنی از سیستم انرژی گرفته این نیروه، اصطلاحاً مقاومه. مگه نه آقا لزومی نداره حتما کمیت برداری علامت داشته باشه، نرده‌ای هم میتونه علامت داشته باشه. چند تا حالت خاص تو محاسبه کار. اگه F و D هم جهت باشن یعنی تتای ما صفر باشه، یه چیزی میکشیم در همون جهت میاد. خب کوسینوس صفری یکه، W میشه مثبت FD. اگه F و D خلاف جهت هم باشن، آقا مگه میشه ما یه جسمی رو بکشیم خلاف جهتش حرکت کنه؟ این جمله که گفتم شاید نشه، ولی ممکنه یه جسمی در حال حرکت باشه و یه نیروی خلاف جهت اون حرکت باشه. مثلا استحکاک جنبشی، مثلا مقاومت هوا. این نیروه تتاش 180 و دبلیوش میشه FD کوسینوس 180. کوسینوس 180 منفی یکه، پس میشه منفی FD. به طور مثال کار استحکاک و مقاومت هوا، نه اینکه فقط این دوتا هست ولی این دوتا اینجوری هست. این دوتا دبلیوشون میشه منفی FD که این F میشه همون نیروی استحکاک یا مقاومت هوا. پس اینم داستان خلاف جهت بودن. یا حالت دیگه F و D عمود بر همه. یعنی نیرویی که مسیر جابجایی عموده، یعنی تتای 90. همه میدونید کوسینوس 90 صفره، پس W این نیرو صفر میشه. آقا مثل کی؟ بچه‌هایی که FN رو میشناسن، اونایی که 12 فصل 2 خوندن، کار
عمودی سطح یا FN، چون به سطح عموده، اگه ما روی سطح جابجا شیم یعنی این جسمم اینجوری جابجا شه، خب FN عمود بهش، یا نه سطح هم مثلا سطح شیبدار باشه جسم اینجوری جابجا شه بازم FN عمود بهش. خلاصه اگه روی سطح جابجا بشیم به خاطر این مطلب کار FN صفر. کار FN در جابجایی روی سطح، نه فقط سطح افقی یا هر مدل سطحی بچسبیم به سطح بریم، صفر است. و یا حالت دیگه هم میمونه که همون حالت اصلیه، من اصطلاحاً بهش میگم افودی با یه زاویه تابلویی، نه همجهتن نه خلاف جهتن نه عمودن، افودی خب مثلا زاویه 40 درجه، حالا 40 که نه 37 درجه میسازن، اف دی کوسینوس. پس مطلب مهم این اسلاید یکی این که فرمول W اف دی کوسینوس تتا، W نرده‌ایه میتونه مثبت و منفی باشه، افودی همجهت مثبت اف دی، خلاف جهت منفی اف دی، عمود صفر. استکاک میره تو این دسته افودی خلاف جهت، مقاطب هم همینطور. اف ان معمولا تو این دسته عمود به همه. آقا چرا معمولا؟ یه جایی مثل آسانسور که جسم بالا میره یا پایین میاد و نیروی اف ان هم عمودیه، اونجا اف ان کار میکنه که اون استثنا، یعنی کارش دیگه صفر نیست. تمرین ببینیم. در اثر اعمال نیروی 20 نیوتنی بر جرمی به جسم 2 کیلوگرم به جرم 2 کیلوگرم جابجایی 5 متری اتفاق میافتد. کدام گزینه نمیتواند کار این جسم بر حسب ژول باشد؟ W FD کوسینوس تتا. اساتید دلشون نره ویدیو نگه دارن حل کنن بعد بیان این حرفا. یعنی اینجا W میشه FD کوسینوس تتا، یعنی 100 تا کوسینوس تتا. آقا کوسینوس چنده؟ به ترکونه یکه، کف کار منفیه یک، پس این یه چیزیه بین 100 تا منفی 100 و هر عدد این وسط هم میتونه باشه، چون کوسینوس هر عددی میتونه باشه. جرم به درد نخورد، نه. جوابیه سی بین 100 و منفی 100. تو میتونی باشی، تو نمیتونی قطعا باشی. کدام نمیتواند؟ 4، چون 100 رادیکال از 100 بیشتره. این دوتا هم حتما بین 100 تا منفی 100 هستن و چکم کنی واضحه که هستن. 5. به جسمی به جرم فلان نیروی فلان وارد میشود بعد جابجایی اینه، کار چند ژول است. نکتهش اول بگم اگر F و D به صورت تجزیه شده با مؤلفه های I و J بیان شد، داریم W میشه نیرو افقیه ضرب در جابجایی افقیه. الان مثلا بچه‌ها تو این افی که نوشته این 6 اف ایکس و این 8 اف ایگرگه، نیروی افقی نیروی عمودی. این 4 دی ایکس، این 5 دی ایگرگه، جابجایی افقی جابجایی عمودی. نیروی افقی در جابجایی افقی به علاوه خب من دوچار مشکل سخت افزاری شدم، قلمو از دست دادیم، من از این نگه دارم ببینم چیکار میشه کرد. خب حقیقت مشکل سخت افزاری خیلی هم حل نشد و حالا ببینیم چیکار میشه کرد. دارم الان به صورت با دست بنویسم، اگه نشه خیلی خوند یه کاش بدم میکنیم. به علاوه نیروی عمودی جابجایی عمودی. الان مثلا تو این سوال W میشه Fx چنده؟ Fx آقا 6 ضرب در dx 4 به علاوه Fy 8 dy 5. 6 تا 24 تا 8 5 تا هم 40 تا 24 تا 64 ژول. آقا اگه مثلا F و D و اینا منفی بود چی؟ خب الان چند باش میاد. مثلا اگه F بود منفی 6 آی، منم منفی 6 رو ضرب در 4 میکردم. بچه‌های ریاضی تو درس هندسه تحلیلی اینو بعدن میخونن 12ام، بهش میگن ضرب داخلی دو بردار. بچه‌های تجربی نمیخونن، ولی در حد منطق فیزیک هم میخوام بهت بگم، گفتیم اونایی که عمودن کار انجام نمیدن کارشون صفره، پس F عمودی با دی افقی کاری نداره، افقی ها با هم،
و برعکسش اف افقی هم با دی عمودی کاری نداره، عمودی ها با هم. بریم جلو. 6 جسمی به جای 5 توسط نیروی قائم بر روی بالای 6 در راستای قائم 10 متر بالا میبریم. کدام گزینه غلطه؟ بچه این یه جسم 5 کیلویی. خب نشد. بیایم قلم. بچه این یه جسم 5 کیلویی وزن داره 50 نیوتن، یه نیروی افی هم هست 6 نیوتن. میگه که بگید کدوم گزینه درسته. الف میگه کار نیروی اف 60، جابجایی هم 10 متر به بالا، اینم دی. خب اف و دی هم جهتن، دبلیو اف میشه مثبت اف دی 6 10 تا 60 تا. حسین هستم 6 ساله از تهران نقاشیمو میبینیم. پس گزینه یک که خوبه. دو میگه کار وزن منفی 500. در مورد کار وزن فکر کنم تو یک دو تا اسلاید جلوتر کامل صحبت میکنیم. ولی ببین وزنم یه نیروه، کدوم وریه؟ رو پایین. جابجایی کجاست؟ رو به بالا. آقا گفتی خلاف جهت بود منفی اف دی. آره در واقع تتا 180 کوسینوسش منفی 1. پس اینجا دبلیو ام جی من میشه منفی 50 ضرب در 10 منفی 500 جول. پس تو هم خوبی. 3 میگه کار براینده نیروها منفی 440. 4 میگه کار براینده نیروها 560 است. جواب که گزینه 3. گفتم نادرسته. جواب گزینه 4 چون اینم درسته. ما هنوز کار کل رو نگفتیم، ولی اصلا فرض کن من کار کل رو کلا بهت نگفتم. اینو میبینی، اینم میبینی. حالا براینده کلش چنده؟ مثبت 580 منفی 440. آقا منفی 440 قبوله؟ خلاص. بریم بعدی. کار نیروی وزن. در حالت کلی کار نیروی وزن یا همون نیروی ام جی با رابطه دبلیو وزن مساوی با ام جی دلتا اچ محاسبه می شود. ولی حالت کلی اینا ولش کن. اینی که میگم قنده. ببین جسم من سرجم یا پایین رفته یا بالا رفته یا افقی جابجا شده. اگر افقی جابجا شده باشه و دی من افقی باشه این به وزن عموده، پس هیچ کاری انجام نشده، دبلیو و صفر. اگر جسم من به اندازه اچ بالا رفته باشه، توجه کن اصلا برام مهم نیست از چه مسیری، هر مدلی که پایین رفته باشه بخشید اصلا مثلا مهم نیست از چه مسیری، هر مدلی حال میکنه به اندازه اچ بیاد پایین. میتونه مستقیم بیاد پایین، میتونه یه سطح شیبدار رو بیاد پایین، میتونه یه سرسره رو بگیره بیاد پایین. واسه هم مهمه که ارتفاعش چقدر از شده. اگر جسمم به اندازه h پایین رفته باشه، خب وزن رو به پایین، جابجایی هم رو به پایین، پس کار وزن مثبته، میشه مثبت mgh. بسیار مهم تو ذهن داشته باش. و اگر به اندازه h بالا بره، وزن رو پایین، جابجایی رو به بالا، کار وزن میشه منفی mgh، همون مثبت ft منفی ft. اگر هم افقی جابجا بشیم پیام اومدیم و اگر هم افقی جابجا بشیم کار وزن اصلا صفره، چون به مسیر عموده. کار وزن وابسته به مسیر حرکت نیست، یعنی فقط جابجایی مهمه. یعنی فرقی نمیکنه تو از این ارتفاع تا این ارتفاع رو سطح شیبدار بیای پایین یا رو سطح اصلا منتوسه بیای پایین، مهم اینه که چقدر ارتفاع عوض شد. منظور از اچ جابجایی در راستای عمودی است. خیلی جاها واسه محاسبه اچ باید از ضوابط مثلث قائم الزاویه کمک بگیریم. چی بود ضوابط مثلث قائم الزاویه؟ اگر این اچ باشه و این دی و این آلفا، اچ میشه دی سینوس آلفا. این مثلا سینوس، اچ میشه دی سینوس آلفا. خیلی جاها لازمه اچ رو خودمون حساب کنیم. این یادمون بمونه، جسم پایین بیاد کار وزن مثبت ام جی اچ میزان تغییر ارتفاع. اچ بالا بره کار وزن منفی ام جی اچ.
بریم سوال ببینیم یه ذره جا بیفته. تمرین 7. مطابق شکل آونگی از نقطه A رها شده و تا نقطه B بالا میاد از این زیر آونگه رد میشه. آونگه میاد از این زیر. ای بابا آونگه میشه بیای. آونگه میاد از این زیر رد میشه میاد تا نقطه B. اگر طول نخ 1 متر جای وزن 200 گرم کار نیروی وزن. سوال اول، ما از این طبقه ای که بودیم تا اینجا پایین اومدیم یا بالا؟ آقا پایین اومدیم. آقا وقتی پایین می اومدیم کار وزن چی میشد؟ پایین می اومدیم مثبت mgh. آقا منظورت از h چیه؟ میزان تغییر ارتفاع. حالا قشنگ شکل ببین. یه مثلث اینجا میسازم. وترش همون طول نخه 1 متر. این زاویه هم که 60. مثلث رو ببین. این 1، این زاویه هم 30. این h1 میشه 1 ضرب در سینوس 30 میشه نیم متر. یه مثلث دیگه هم میسازم اینجا. پایین بکشمش. این 1، اون بالا 30، این گوشه پس 60 دیگه. این h2 مثلا، این h2 میشه 1 ضرب در سینوس 60 میشه رادیکال 3/2 متر. خیلی تابلوه. این اچی که من دنبالشم، یعنی فاصله اینجا تا اینجا، فاصله این دوتا خطی که کشیدم، اختلاف این دوتا اچمه. پس جوابم میشه 200 گرم کیلو کنم 2/10، جی رو باید میگفت 10 و اچی که میخوام رادیکال 3/2 منهای نیم یا منهای 1/2 از 1/2 میگیرم رادیکال 3 منهای 1. 10 با ممیز به دهم یا 2 هم با 2 میره میشه همین رادیکال 3 منهای 1 جول. مثبت هم هست چون رادیکال 3 از 1 بیشتره. در ضمن بچه‌ها تو این اسلاید قبلی اینو ببینید، ما اگه این زل بذاریم x هم میشه d کوسینوس آلفا. از این هم میشد کمک گرفت. مثلا من میتونستم این h1 رو با همون زاویه رأسش که 60 بگم میشه وتر ضرب در کوسینوس 60، یا این h2 رو با این زاویه رأسش که 30 بگم میشه، چون چسبیده بینه 1 ضرب در کوسینوس 30 که به هر حال همین در میاد. کار کل. خب ما کار یه نیرو رو یاد گرفتیم. FT کوسینوس دتا، هم جهت و مثبت FT، خلاف جهت و منفی FT، عمود 0. کار استکاک یا مقاومت هوا همون منفی FT میشه چون خلاف جهت حرکتن. کار FN معمولا 0 میشه. کار وزن رو به طور خاص دیدیم پایین بیاد مثبت mgh، h مقدار ارتفاع پایین اومدن. شکل سال قبلی یه بار دیگه ببین. اصلا من با این مسیر حرکته که این شکلی بود هیچ کاری نداشتم، فقط نگاه کردم زور زدم ببینم از اونجا تا اینجا چقدر ارتفاع هم عوض شده. پس کار وزن پایین بیاد مثبت mgh، بالا هم به منفی mgh. حالا کار کل. وقتی جسمی یه جابجایی داره یه مشتی هم نیرو بهش وارد می شدن. کار هر نیرویی هم W1 W2 الی آخر. کار کل یا W توتال 2 تا روش واسه محاسبه داره. روش اول، دونه دونه کارا رو حساب کن. توجه، کار کمیت نرده‌ایه، یه سری عدد میشن، بعضیا مثبت بعضیا منفی. همینجوری یا علی مدد با هم جمع کن. طبیعتا با در نظر گرفتن علامتاشون. اینجوری کار کلت در میاد. این یه روش. روش دوم که کمتر استفاده میشه ولی مثلا کنکوری باید بلد باشم. اول نیروی برآیند رو حساب کنیم و بعد از حساب کردن اف توتال کارش حساب میکنیم. احتمالا فهمیدی که من یه دقیقه حساب کردم، یه دقیقه حساب کنم.
میگی یهو کلامم منقطع شد، چیز خاصی نیست، نگران نباش. میگفتم یه راه اینه که دبلیو توتال رو همینجوری کارا رو جمع کنیم، یه راه اینه که اول اف توتال رو حساب کنیم. واسه دهما همون راه اولی بسته، فقط هم همون قبوله. واسه 12 هم باز بیشتر راه اولیه، دونه دونه کارا رو حساب میکنیم با هم جمع میزنیم. ولی دومی هم بدون که اگه ما بتونیم نیروی برآینده رو حساب کنیم، دبلیو توتال کار نیرو براینده باید که به گوشت خورده باشه، از نظر من فعلا کافیه. تمرین 8 میگه در شکل مقابل جسم 2 کیلویی تحت اثر نیروی 72 نیوتنی 10 متر در راستای افقی به طرفات جابجا میشود. کارای نیرو چند کیلووات ساعت است؟ کارای نیرو چند کیلووات ساعت است؟ مطلب اول کیلووات ساعت. ما کیلووات ساعت رو در حد حل همین تمرین الان تو تذکر بهت میگیم آخرین ویدیو فصل توان بازده کاملتر ازش حرف میزنیم، بدون که کیلووات ساعت اگه به گوشت آشناست تو قبضای برق دیدی واحد انرژی، خیلی انرژی بدخطه میدونم، همینی که هست. و هر چه خبر شد، و هر کیلووات ساعت معادل با 3,600,000 یا 3.6 در 10⁻6 جول. تو ویدیوی توان بازده کامل بهت میگم یعنی چی. فعلا اینو از من قبول کن. بچه ها کار این نیروه W خب معلومه همجهت با جابجایی این دی، نه آقا. خلاف جهت، نه آقا. عمود، نه آقا. زاویه تابلو، بله آقا. F 72 نیوتن، دی 10 متر و کوسینوس کی؟ توجه، تا 30 درجه دی هول نشی بگه همونه. تعریف تتا زاویه اف و دیه و کلا تو فیزیک وقتی میخوان زاویه دوتا بردار رو تعیین کنن، در حالتی این کار رو میکنن که اون دو بردار هم ابتدان از یه جا شروع شدن. یعنی اگه این اف منو اینجوری در نظر بگیری، من ور دارم دیم از این جایی که اف شروع شده بکشم، این تتای منه. خیلی کار سختی نیست که بفهمی این تتا 60، چون سوال این گوشه ایه رو گفته سی، پس اینجا کوسینوس 60 رو میخوایم. حواستو جمع کن. در ضمن بعضی جاها به زوایای بالای 90 میخوری، یعنی مثلا F اینوریه D اینوری. خب دی اگر اینجا بکشم این زاویه شونه، بدون که کوسینوس زوایای مکمل قرینه همه. بکنم یه سوتی هم اینجا دادیم، بیا بازم بیا. آره این یه منفی میخواد. کوسینوس زوایای مکمل قرینه همه، سینوساش مساویه و اون نیروی کارش منفی میشه وقتی خلاف جهت جابجاییه. به طور کلی جابجایی سمت راست نیست سمت چپ. برگردم بالا. 72 کوسینوس 60. کوسینوس 60 1/2. این اضافه ها رو من پاک کنم چون ماشاءالله درست می‌نویسیم لازمش داریم. ضرب در 72 36 ضرب در 10 360 جول. اما کیلووات ساعت میخوام. خب 360 رو تقسیم بر این کن، 3.6 در 10 به توان 6. 360 به 3.6 100. اینم به بالا 10 به توان -4 کیلووات ساعت. کیلووات ساعت واحد انرژیه. مفهوم دقیقش طلبت واسه آخرین ویدیوی این فصل جلسه 6ش بکنم میشه. سوال 9. مطابق شکل زیر جسمی که روی یک سطح افقی قرار دارد، دو نیروی F1 و F2 بهش وارد میشن. اگر جسم سطح تاثیر این نیروها در مسیر افقی حرکت کند و استحکاک جنبشی 10 نیوتن باشد، پس از 5 متر جابجایی کار کل ساعت 10 باشد، F2 چقدره؟ بچه‌ها به این جسم چند تا نیرو وارد میشه؟ F1 و F2 خودش کشیده. استحکاک جنبشی اینوری FK، وزن یا mg اینجا، Fn یا عمودی سطح اینجا. F1 F2 استحکاک وزن و Fn 5 تا نیروه. جدا جدا کار حساب کنم. W F1 جابجایی به سمت راست افقی حرکت کند، F1 به سمت بالا عمود به همان، کار 0. این تمام. W F2
خود F2 رو میخوام، نمیدونم چنده، D 5 متر ضرب در کوسینوس 37. سوال خیلی مهربون خودش نوشته 8 5 40 تا به 10 4 4 تا F2. این هم حساب کردیم. بریم بعدی. W وزن جابجایی به سمت راست، وزن اینجوری عمود به همان. W FN هم همینطور عمود به جابجایی 0. کی موند؟ 1 2 3 4 تاشو حساب کردم، یه سکاک مونده. W FK خلاف جهت حرکت، منفی Fشو گفته 10 نیوتن ضرب در دیه، زنگ خودگوشیم سایلنت کردم، صدای اون بود، 5 متر منفی 50 جول. حالا میگه کار کل یعنی جمع این 4 F2 و این منفی 50 شده چند؟ 110. خب منفی 50 بره اون و با 110 160 به 4 تقسیم شه، F2 میشه 160 4 رو میاد 40 نیوتن. تمام، چیزی نداشتیم. و آخرین اسلاید این ویدیو، آخرین تمرین. ویدیوی بعدی بچه‌ها قضیه کار انرژی رو می‌بینیم که ترکیب انرژی جنبشی و کاره و سوالای خوشگلی ازش حل می‌کنیم. مطابق شکل از جسمی به جای 5 کیلو از نقطه آ تا بی توسط نیروی F بزرگی 100 که در راستای سطح تشریف دارد جابجا می‌شود، اگر بزرگی اسکاک 30 نیوتن باشد، کار کل این باحاله. بچه‌ها نیروهای وارد بر جسم بریم ما هم بکشیم. یه وزن داره، یه FN داره عمود به سطح، خیلی FN ضایع شد به کسی نگو. و چون جسم میره به سمت بالای سطح، اصطکاک جنبشی خلاف جهت حرکت. 4 تا نیرو 4 تا کار. اول WFN عمود به سطح، جابجایی هم رو سطح 0. در جابجایی رو سطح FN کار نمیکنه. بعد W وزن، پایین رفتیم یا بالا؟ آقا بالا. چند متر؟ آقا 2 متر. W وزن بالا میرفتیم منفی mgh منفی 100 جول. توجه کنید طول سطح مهم نیست، مهم میزان جابجایی عمودیمه. 2 تاش در اومد، 2 تاش مونده. خود F رو داریم 100 نیوتن. WF در ضمن بچه‌ها این سطح شیب دار ارتفاع 100، من این دی رو میخوام طول سطح. خب این 2 متره، اتفاقا گفتم 100 اشتباه گفتم 2. این 2 متر میشه دی سینوس سی. خب دی حتما بوده 4 متر که ضلع مقابل 30 درجه شده 2 متر. خود F هم جهت جابجایی مثبت F در دی 400 جول و میمونه FK هم خلاف جهت جابجایی، دایم اندازه شو بله 30 نیوتن منفی F در همون دی 4 متر. در نهایت W کل هر 4 تا جمع بزن، 0 منهای 100 با 400 300 منهای 120 180 جول. این 180 جول. و تمام. یک سری رفت این ویدیو هم معرفی یه فیلم ایرانی خیلی قدر نادیده یا قدر ندیده به قول معروف هستش که من اینو تو سینما خیلی اتفاقی دیدم و واقعا لذت بردم. نه بازیگر سلبریتی داره، نه حالا کارگردانش الان یه زمان شده ما کردم انقدر سالش هم یه مثالی قدیمیه، حالا نمیدونم قطعا 95 اینا به قبله. تنها فیلم در مورد ماجرای یه پسر جنوبیه که فوق‌العاده باحاله و این پسره تو بوشه. ماجرای فیلم زمانیه که هنوز تحریم هسته‌ای نشده بوده ایران و نیروگاه اتمی بوشه فعال بوده، یه سری دانشمند خارجی اینو کار میکردن اونجا. این بچه بوشهری جنوبی از اون قشر حالا بومی جزیره و اون بوشهر و اینا، راستش بگم دقیقا هم نیست که بوشهر یکی از جزایر اونجاست ولی خب جنوبیه. این بچه بومی جنوبی با بچه یکی از این مهندسای اروپایی دوست شده و اول رابطه دوستی نشون میده که خیلی بامزه است، بعد تحریم میشه، این مهندسا جمع میکنن میرن. فضای فیلم اینه و از زاویه نگاه این بچه داره این اثرات و تحریم و حالا
اتفاقایی که افتاده میبینه فوق‌العاده است. کارگردانش هم آقای احسان عبدیپور. بعدن تو زمینه‌های دیگه هم من ازش شنیدم. یه پادکست خوب داره، خودم هنوز گوش نکردم ولی دوست دارم یه بار بشینم گوش کنم. هم کارگردانش رو اگه دوست داشتید سرچ کنید کارش رو ببینید، آدم خفنیه واقعا، احتمالاً به چهره بشناسیدش. هم فیلم رو پیشنهاد میکنم اگه تونستید ببینید، تجربه متفاوت و جالبیه و هم یه سکانس خیلی خوبم داره که بگم بذار اسپویل میشه، ببینید دیگه. امیدوارم مفید بوده باشه. ببخشید که این قلم یهو ما رو گذاشت، انشالله که تونسته باشید بخونید و طبق معمول در آخر به اهل زمین رحم کنیم تا آنکه در آسمان است به ما رحم کند. خسته نباشید.